یه صاحب فروشگاه بهم گفت من از فروش کم نمیترسم، از این میترسم پولمو خرج کنم و آخرش هیچ اتفاقی نیفته. فرض کن یه فروشنده چند وقت فروشش افت کرده. یکی بهش میگه کمپین بذار، تبلیغ کن، تخفیف بده، مشتری میاد. ولی یه چیزی تو ذهنش هست، اگه پول تبلیغ رو بدم و هیچ کس خرید نکنه چی؟ پس چی کار میکنه؟ هیچ کاری نمیکنه. چند روز میگذره، یه هفته میگذره، 2 هفته میگذره. بعد میبینه رقیبش کمپین گذاشته. مشتری ها دوباره درباره اون حرف میزنن. اونجاست که تازه متوجه میشه مشکل اصلیش این نبوده که کمپین گرونه. مشکل این بوده که بدون اینکه متوجه بشه قراره با کمپین به چه عددی برسه، برای چی کمپین بذاره و چه چیزی رو اندازه گیری بکنه، میخواسته پول خرج کنه. کمپین که قمار نیست. قبل از اجرا باید بدونی چی میخوای، از چه کسی، با چه پیشنهادی، موفقیتت رو با چی میسنجی. پس اگه از هدر رفتن پولت میترسی، شاید نباید از کمپین فرار کنی، باید از کمپین بدون نقشه فرار کنی. اگه تا حالا به خاطر همین ترس کمپین نذاشتی، این پیج رو دنبال کن. فصل اول نوینو دقیقاً درباره همین ترس هاست.